من هر موقع برای دوره همی با دوستام میخوام سوخاری درست کنم بهم تاکید میکنن که اون سالاد کلمه رو فراموشش نکن. حالا یه قلق و سس خوشمزه داره که الان بهتون میگم. اول به کلم سفید و هویج یه مقدار نمک و آب گرم اضافه کنید و بعد یکم زیر رو کردن بذارید نیم ساعتی بمونه. با این دستگاهی هم که میبینید کلی پروفیلای رژیمی و غیر رژیمی برای دوره همیاتون میتونید درست کنید. شما هم اگر دوست داشتید از پیج لوازم خونگی آریان میتونید تهیهش کنید. در ادامه بعد از اینکه سالاد رو آبکش کردید چند تا کشمش هم اضافه کنید و برید سراغ سس. ترکیب سس هم اینجوریه: به هر 5 قاشق مایونز یه قاشق ماست، یه قاشق سس کچاپ، شکر و فلفل سیاه اضافه کنید. 20مین سالاد چالش هم این سالاد کلمه رستورانیه که به همین راحتی درست میشه. امیدوارم ازش لذت ببرید. راستی آسیاب هم از همین لوازم خانگی آریان میتونید تهیه کنید.